سلام محمد جون. من واقعا عذرخواهی بهت بدهکارم، خیلی نوکرتم آقا ببخشید. من یه چند روزی نتونستم با شما. چشم محمد جون نوکرتم. آقای من اون شب بهت گفت آره رفیقم بود، این در عکس نمیدونیم چجوری شده که این تصادفا خورده تو تریپ ما و رفیقامون. آره اون شب یه بچه ها زنگ زده بود، خیلی هم دوست داشتنی بود، برام عزیز بود، گفتن که ماشین بگذاره بود اینا، بعد درجا تمام کرده بود. دیروزم حالم واقعا خیلی بد بود. الان یه روز در خونم رو بچه ها بسته است، بعد دیگه داشتم به هم میریختم، اصلا هم داشت به هم میریخت. گفتم به رفیق خودم امازین عزیزم زنگ بزنم کمی صحبت کنیم آروم بشم. جونم بعد 80 تا تقریبی دارم میگم، چون من حالم خوش نیست. من صورتم گرد و توفله به قول خودمون، خب چشمام قهوه‌ایه، به قهوه‌ای میزنه، ابروام کمونیه، صورتم توپره، موهام یک رو به بالاست مثل اون بازیگری که بهت گفتم. دماغم قلمی، یعنی بزرگ و پس و پهن نیست، یه کمی هم نوکش به بالاست. لبام قیتونیه، یعنی خوشگله، چی میگم کشیده است. شونه معمولیه، ولی تقریبا موضوعه، همه چی موضوعه. چی هرچم خودم دیگه گفتم یه بار هیکلی هم سینه سپر، من ورزشکار بودم، ورزش میکردم، سینه هم تو پل کار شدم، پاهمم رولام تو پل ساق پاهم بسرعت ساق دارم، قشنگ تو مشت میاد، یعنی پوست بدنم سفیده. بدنم کموه، ولی خب من بیشتر وقتا میزنم، خیلی موهاش کمه. سالالی محمد جون، رنگ سیاه قهوه‌ای خوب یادته فراد شم. آره حالا تو چجوری محمد جون؟ یه یا خورتونیه مخروطیه؟ بودم در تو گرده یا مخروطیه سرش؟ چرا محمد جون؟ دوست داری اگه تو شهرم بودیم میخوابیدم رود؟ نوکرتم بگاه دیگه بگو. ازم میپرسی؟ خیلی دوست داشتم، خیلی محمد جون، میذاشتم با پاهات بالا پایین میکردیم. منم دوستت دارم محمد جون. تو آمریکا که میشه، مشکل نداره که.
حالا یعنی میخوای مثلا دینی باشه؟ آره خب محدود میشدم، خیلی محدود میشم، ولی چون تو هستی آره، یعنی احساس میکنم خیلی با اینترنت خواستنیه، ارزش داره. چون آره با ازدواج میکنم اما جون، ولی من خمار میکنیم. آره میشه دارم اما جون نوکرتم. نمیشه یه تریلی میخواد اما جون میگم که خیلی من رو فکر پر بردی، میخوای با هم تلفنی ازدواج کنیم؟ اون حرفی که زدی و من چون واقعا به هیچ دختری علاقه ندارم، هر چی فکر میکنم به هیچ دختری علاقه ندارم، میگم اگه میشه دینی هست با هم ازدواج کنیم. من وقت من شوهرم بگم وقت تو میشه همسرم باشه. میشه ازدواج کنیم الان؟ آره خب دوست دارم اگه تو فکر میکنی اینجوری دینی میشه خب دینیش کن. بشن بلندتر برام حرف بزن فقط چم. تو وکیل منی محمد جون. بگم برات چی میرد میکنم؟ بگم یه چیز کلوف سهرت میکنم. یه چیز کلوف. خب تو یه کاری بکن، نمیدونم من که اونجا تو یه خودکاری الان به من هدیه کن، من همونو مهرت کنم. خوبه؟ میشه اینجوری؟ بعد برات بفرستم. خب ببین من الان یه خودکار رو میزمه نوع هم هست 500 تا یه تومنی خریدم، اونو مهرت میکنم. قبول کردم مجون؟ خب بخون دیگه، ولی یه شرط داره، شبا باید پیش کسی نخوابی باشه؟ آره منظورم اینه که یعنی به من خیانت نکنی ها. خیلی طول میکشه، خیلی طول میکشه. چند لحظه بخون، دوست دارم بشنوم، بلند بخون. بله قبول کردم محمد جون. الان زنشوهر شدیم. محمد جون بیا رو پام بشین، یه بوس بده دیگه بریم بخوابیم تا فردا. بیا رو پام بیا تو بغلم. آخ جان قشنگ بذار روش، بذار روش، یه بوس لبات بگیرم. نوکرتم من بجی، نوکرتم. خب خیلی دوست دارم من بس. فردا عزیزم مراقب خودت باش، فردا شاید 11:30 منتظرتم. نوکرتم. کاری با من نداری؟ خدا حافظ.